دوستان سلام. امروز اومدیم به بررسی کانون‌های داف وارداتی بپردازیم و ببینیم که کانون‌های داف چرا امروز خیلی بازار خوبی رو ندارن و چرا خیلی خرید فروششون داغ نیست و آیا واقعا این ماشین ارزش خرید خوبی رو تو ایران دارن یا نه. تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. امروز اومدیم یه داف 530 مدل 2019 سوپر آپشن اکسل بالون آوردیم و می‌خوایم کاملی ماشین رو بررسی کنیم و ببینیم که چرا این ماشینا امروز که الان ما اوایل شهریور ماه 1402 هستیم تو ایران خیلی بازار خرید فروش خوبی رو مثل قبل دیگه ندارن. اول به بررسی کانون‌های داف وارداتی می‌پردازیم. کانون‌های داف وارداتی از سال 2017 مدلایی که وارد شده به ایران از سال 2017 به بعد هستن که تفاوت 2017 با 2018 اینه که جلو پنجرهشون آجر رو نداره. مدل‌های 2017 به بعد این آجر رو دارن، 2017 به پایین این آجر رو ندارن. در دو مدل کابین وارد شدن که کابین سقف بلندشون از این مدل کابین و مدل کابین هم سقف نرماله که دیگه اون تیکه بالای سقف رو نداره و قیمتشون هم کمتر است. دو مدل موتور رو هم دارن که یه مدل داف XF 480 میشه، یعنی 480 اسب بخاری، و یه مدل هم داف XF 530 میشه که این ماشینی که دارید می‌بینید داف XF 530 اسب بخاری هست. کامیون داف 530 نسبت به داف 480 فقط از نظر موتوری متفاوته. در واقع هر دوشون موتور 6 سیلندر خطی 13 لیتری رو دارن، اما تو نسخه های 530 یه سری تغییرات رو تو سیستم سوختش دادن که موتور 530 اسب بخار قدرت و حدود 2500 نیوتن متر گشتار تولید میکنه که دیگه قوی ترین موتور 13 لیتری کانون‌های داف است. گیربکس کانون‌های داف همگی از نوع ZF که گیربکس مرکز است. ما تست رانندگیشو براتون میذاریم که واقعا تعویض‌دهنده‌های خیلی خوبی داره و ZF اصلی آلمانه که دو مدل دارن، یا با این تار گیربکسن یا بدون این تار دارن که کانون‌هایی که داف این تار رو دارن خیلی بهتر مورد پسند قرار میگیرن تو بازار که چراش هم بهتون میگم. اما پرزیم به این کامیون داف. این کامیونی که می‌بینید کابین گیگا اسپیس داره که دیگه بزرگترین سایز کابین هست، یکی از بزرگترین کابین‌ها رو تو سال‌هایی که حالا تو اروپا عرضه می‌شده ارائه میداده و کامیون برتر سال 2017 با همین کابین شده و واقعا کابین نرم و جادار خیلی خوبی داره. میریم با هم داخلشو میگیم. این ماشینی که می‌بینید اکسل بالون هست که همینطور که می‌بینید تعلیق محور جلوش هم بالون قرار داده شده که همینطور که می‌بینید کاملا چسبوندتش به زمین و می‌بینید حتی یه انگشت هم بین سپر با دستمون فاصله نیست. خیلی تو ایران کانون‌های اکسل بالون رو نمیپسندن به دو دلیل. یکی اینکه میگن ممکنه که بالون بتره کنه و ایجاد تصادف کنه و یه سری هم میگن که کنترل ماشین سخت‌تره و مواقعی که بارون و برف هست کنترل ماشین سخت‌تره که این هم خیلی این دو تا نمیشه قابل قبول باشه. چرا؟ چون این ماشینا دارن تو خود اروپا مورد استفاده قرار میگیرن. باک 900 لیتری که در این قسمت قرار گرفته، یه باک 1000 لیتری در اون طرف دارن، یعنی مجموع حدوداً 2000 لیتر گازوئیل کانون‌های داف میگیرن و معمولا 99% کانون‌های داف وارداتی باتیشون در پشت شاسی قرار گرفته که همینطور که مشاهده میکنید معمولا 2 باتی و یا حالا شاید هم 4 باتی در انتهای شاسی قرار گرفته که دارید همین مشاهده میکنید. تعلیق دیفرانسیلشون معمولا سوار بر 4 بالون هست و این ماشینی که میبینید چون ماشین سوپر آپشنی بوده چراغاشو طرح الیدار دادن، معمولا چراغاشون این طرح نیست. این ماشین تنها اینطوریه و این ماشین هم چون واقعا نمایشگاهی خاص بوده میبینید که استیلکاریای زیر فلاب رینگ‌های آلکوها برچسب مشکی داره و واقعا رنگ عالی رو داره. واقعا معنای کامیون داف رو میشه از این ماشین متوجه شد. این ماشینا معمولا یعنی کانون‌های داف ادبلو بالای ماشین قرار گرفته و حالا میریم با هم داخل بهتون میگم، اما یه سری نکات خیلی مهمه الان با هم بررسی میکنیم. چرا کانون‌های داف رو خیلی خوب این روزا نمیپسندن؟ از نظر ما دو تا دلیل اصلی داره. یه دلیل اصلیش اینه که معمولا افرادی سعی میکنن کامیون داف رو بخرن که بودجه کمتری رو دارن و با بودجه کمتر معمولا ماشینایی رو میگیرن که قبل اروپا کارکردهای بالایی رو داشتن و شاید کارکردهاشون رو کم کرده باشن و ماشین استهلاک موتوری زیادی رو باید داشته باشه و حالا میاد تو ایران و تازه میخواد از نو بره کلی قسط بده و کار کنه، پس براش مشکلات ایجاد میشه. و معمولا افرادی هم که کمتر بودجه دارن ماشین رو انتخاب میکنن که این تارر گیربکس رو نداره. وقتی داف این تارر گیربکس رو نداشته باشه این تارر موتورش خیلی ضعیفه و اصلا مثل کانون‌های ولوو و رنو نیست. خب میان از این تارر موتور زیاد استفاده میکنن که این باعث میشه که سوپاپ کج کنه یا اینکه حالا خرابی‌های موتور ایجاد کنه و این یکی از دلایل اصلی است که کانون‌های داف دارن تو ایران الان به مشکل میخورن. اما دلیل بعدی که کانون‌های داف رو امروزه خیلی نمیپسندن اینه که این کانون‌ها موتوراشون به سیستم سوخت ایران خیلی حساسه. خب همه ماشین‌های یورو 6 این ماشینا یورو 6 به سوخت یورو 3 و یورو 4 حساسن، اما این ماشین حساسیتش بالاتره و معمولا هم دیاگ و حالا برنامه موتورش پیچیده‌تر هست و همه مهندس و همه حالا کسی که داره برنامه ماشینا رو میزنه نمیتونه عیب و ایرادات این ماشینا رو بگیره و باید دیاگ مادر باشه. دیاگ مادر
فقط یکی دو تا مرکز هستن تو ایران دیاگو مادر رو دارن که قیمت بالاتر رو هم میگیرن. پس برای همین حساسیت به سوخت باعث میشه که این ماشین برای کارکرد تو تمام مسیرهای ایران مناسب نباشه و باید از گازوئیل یورو استفاده کنه تا مشکلات و حالا اختلالات موتوری که براش ایجاد میشه کمتر باشه. گازوئیل یورو هم که تو تمام جایگاه‌های ما نیست، پس یکی در دلایل دیگه‌ای که باعث میشه که کامیون‌های داف اخطار بیشتر بیاد، موتور خراب بشه یا حالا اشکالات سوختی براشون پیش بیاد اینه که گازوئیلشون نیست و برای همین هم خیلی تو ایران الان مورد پسند قرار نمیگیرن. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه حساسیت سوختشون بالاست. یه خرافاتی هم که وجود داره و میگن کانون‌های داف خدماتشون نیست، قطعاتشون نیست. ببینید تو سالهای قبل که کانون‌های ولوو اسکانیا زیاد تو ایران بودن و داف کم بود، خب قطعات این ماشینا کم بود. اما الان بیش از 8-9 هزار تا کامیون داف به ایران وارد شده و الان چند تا مرکز بزرگن که دارن خدمات این ماشینا رو تامین میکنن و واقعا این ماشینا الان از نظر قطعات و خدمات مشکلی رو ندارن. ما فکر میکنیم در صورت اینکه نگهداری خوبی از این ماشینا باشه، یعنی معمولا تو مسیرهای ازشون استفاده شه که گازوئیل یورو داشته باشن و سعی کنید کامیون دافی رو بگیرید که اینتارر گیربکس رو داشته باشه، مشکل آنچنانی براتون پیش نمیاد و طبق تجربه ما و چیزی که از دوستان دیگه پرسیم که دارن از این ماشین استفاده میکنن هیچ مشکلی رو نداشتن. یعنی گازوئیل یورو زدن، برنامه‌ریزیاشون رو جای معتبر و خوب رفتن، قطعات اصلی استفاده کردن و در نهایت ماشینتون اینتارر گیربکس داشته که نیاز نبود از اینتارر موتور ریتارد موتور استفاده کنه زیاد و برای همین الان ماشینشون سالم و خیلی راحت هم دارن کار میکنن. اینم از چالش‌های کانون‌های داف. بریم با هم داخل این ماشین ببینیم. یه کابین فوق‌العاده لوکس عالی داره، بریم داخلش چه خبره. بریم با هم داخل ماشین رو ببینیم. اول در رو باز کنیم. یه نکته اینجا رو ببینید نوشته نایت لاک، قفل شب. این ماشینا معمولا اونایی که قفل شب رو دارن فول آپشن تر هستن که بهتون قفل شبش رو داخل توضیح میدم. اما نمای ورود این قصر هلندی کانون‌های داف، رکاب سپله که دارید مشاهده میکنید، یه کابین واقعا عالی. ماشین همینطور که میبینید تو دوزی رنگ فابریک رو دارین، چرم قهوه‌ای رنگ فابریکی رو ببینید و در این قسمت میبینید که چون ماشین فول آپشنه صندلی‌ها تنظیمات بالاها رو داره، به صورت برقی تنظیمات صندلی رو داره و تنظیمات این بالای تا نشیمنگاه و تکیه‌گاه رو هم داره که واقعا از این نظر عالیش میکنه. این هم ریموت تنظیم ارتفاع محوره هست که چون این ماشین اکسل بالونه، محور جلوش هم ما میتونیم حتی تنظیم کنیم و اینطوری بالا و پایینش کنیم. بریم با هم داخلش رو ببینیم. این ماشین یه تودوزی واقعا بی‌نظیر رو داره. بیارم پایین کم نور اذیتمون نکنه. پردهش دستی بود. چرا؟ میبینید داف یعنی تا روشنش کنی بیای نزدیکش دلیدین. خب بریم سراغ این ماشین. یه تودوزی بی‌نظیر رو این ماشین داره که گفتم بهتون. بیاید تودوزیشو ببینیم. یه چرم سوخته بسیار عالی و مشکی که با هم تلفیق شده و بهش میگن چرم مارون و تودوزی مارون که برای کانون‌های داف به صورت فابریکی استفاده میشه. میبینید داشبورد رو تر چوب میذارن. این داشبوردش تر چوب سوخته است. اگه بتونید ببینید و فیلم بردار ما خوب بهتون نشون بده که واقعا عالی کرده این ماشینو. این قهوه سوخته از روی درپا شروع میشه، اینجا کشیده میشه و این میبینید همه چرم قهوه‌ای رو داره و واقعا نمای بی‌نظیر رو به داشبوردش میده. داخل کابین ماشین جذاب میشه. خب بریم سراغ امکاناتی که این ماشین داره. هر چیزی که فکر کنید دافای فول آپشن داره. این ماشین کولر درجا رو می‌بینید به صورت فابریکی داره، بخار درجا رو داره، در این قسمتش یخچال رو داره و اینجا یه باکس دیگر رو داره که جعبه باشه و بیاد بیرون. هر دو صندلی بادی هست. واقعا کابین نرمی می‌بینید، باهاش دور می‌زنیم، تجربه رانندگیشو براتون می‌ذاریم. اما بریم سراغ آپشن‌ها و امکاناتش. این ماشین هم مثل خیلی از ماشین‌های دیگه رادار خط‌خوان ترمز اضطراری داره که کلیدش اینجا می‌بینید. این IBS ترمز اضطراری هست، رادار خط‌خوانش. این برای حالت رجنریشن همون تخلیه اگزوز این ماشین هست. اینجا حالت پشتیبانی داره که سیم کارت ماشین می‌خوره و وصلش می‌کنه به پشتیبانی تو اروپا وقتی که کشور تحریم نباشه. و مانیتورش ببینید کانون‌های داف تمام فول مانیتور رو هم دارن که این مانیتورشونه و واقعا نویگیشن این چیزا رو پشتیبانی میکنه و خوب هست. اینجا کلیدای مربوط به تهویه رو می‌بینید، دسته تنظیم حالت‌های گیربکس. با اینا میشه قفل درپا رو باز و بسته کرد. این چراغ‌های داخل کابین رو باز میکنه. این ولوم میزان شدت چراغ‌های داخل کابین هست، میزان روشنایی داخل کابین. اینا برای همون چراغ‌های داخل کابین. اینجا ما کاپ هولدر رو تو کانون‌های داف داریم و به جز اون این پایین یه دونه کشو دیگه هم داریم و به جز اون اینجا هم یه دونه دیگه داریم که واقعا داشبوردش اینجا رو خیلی باحال خلاقیت به خرج دادن. این ماشین گفتم تو اینتارر 5 زمانه گیربکس داره که این دسته اینتاررش هست. بدین صورت میاد پایین. این دسته تنظیم حالت‌های گیربکس که بهتون گفتم. من فرمون رو راست کنم. خب
ببین ما الان استارت زدیم، خب هیچ صدایی نمیاد. یعنی شما اگه دقت کنید من الان گاز همتون میدم، واقعا صدایی که میاد داخل کابینش خیلی کمه و یکی از بهترین تکنولوژی‌های بین کامون‌های اروپایی داره، کامون‌های داف از این نظر، و میزان امکانات رفاهی که در اختیار راننده قرار میده و آسایشی که برای راننده فراهم میکنه تو کامون‌های داف واقعا بی‌نظیره. و یکی از دلایل اصلی که این کامون سال 2017 و بعد از اون سال 2022 کامون برتر سال اروپا شده اینه که امکانات رفاهی خیلی خوبی برای راننده فراهم میکنه، آسایش راننده رو خیلی خیلی خوب فراهم میکنن و این امکانات رفاهی و آسایش در اولویت کامون‌های داف. و بعد به نکات دیگه‌ای میپردازم، مثل اینکه مثلا خرجکرد ماشین چقدر باشه و اینکه حالا موتور گیربکسش چطوری باشه. البته خب این نکته رو بهتون بگم که این ماشینا موتور پکار آمریکا رو دارن که واقعا موتور پرقدرت و توانمند و خوبیه و داف تنها ماشینیه که موتورش تا 2 میلیون کیلومتر باید کارکرد داشته باشه و پلمپ باشه. یعنی اگه زیر 2 میلیون باز شده باشه نشون میده که راننده باهاش خوب کار نکرده. چرا؟ چون موتور آمریکایی است، اصلا تکنولوژیش با همه موتورهای دیگه فرق میکنه. به سراغ صفحه کیلومترش بیاید صفحه کیلومتر از نزدیک ببینید. اینجا دور موتور رو داریم، حالتهای گیربکس اینجا به نشون میده، سرعت اینجا نشون میده، میزان سوخت رو نشون میده، اینجا میزان دمای آب. اینجا ببینید اگه ماشین اخطایی داشته باشه نشون میده که این ماشین فعلا اخطایی رو نداره، ولی خب فکر کنم تو ایران کار کنه اخطا براش ایجاد بشه. و میبینید اینجا یه درصد به ما داده. این درصد چیه؟ درصد میزان نوع رانندگی هست که بر اساس میزان ترمزایی که راننده گرفته، میزان استفاده از اینتارر، میزان فعال شدن سنسورهای مختلف ماشین به راننده امتیاز میده. الان این راننده 37% گرفته، اما خب میتونه امتیاز بالا و پایین‌تر هم باشه. اینجا کارکرد ببینید 570 تا ساعت و دمای بیرون که 38 درجه است و یه سری از این اطلاعات قرار میده. کلیدهای روی فرمان در این سمت برای تنظیمات کروز کنترل، در این سمت برای تنظیمات وایس کامند و ضبط هست و در اینجا دسته تنظیم برف پاکن و راهنما، چراغ‌های جلو اینطوری تنظیم میشه. و در این بخش هم می‌بینید که این پردهش هست که به صورت دستی باز و بسته میشه. خب و این هم بوق سقفیشه که این ماشین به صورت فابریکی قرار دادن. اینجا پرده کنار رو ما داریم، تاخوگرافش، کلید چراغ‌های پروژکتورهای سقف که این پروژکتورهای سقف رو اینطوری میشه تنظیم کرد. و شما اینجا ارتفاع داخل کابین رو ببینید. این ارتفاع داخل کابین هست که من با 1.85 هنوز 25 سانت بالای سر من هنوز اندازه است که بودن این کابین از کف تا انتها 2.15 سانتی متر ارتفاع داره که واقعا یه ارتفاع خیلی خوبه. این راحت راننده هر جا بخواد میتونه گرش داشته باشه. این جوای بالا که دسترسی بهشون خیلی خیلی راحت هست و تمام این جوا در اختیار راننده قرار میگیره. و این هم از نمای داخل کابین. تخت خواب راننده، یه تخت خواب جادار و نرم و خوب. و در این قسمت هم کلیدایی رو می‌بینید که برای تنظیم حالت بخاری در جا و چراغ داخل کابین و اینم چراغ مطالعه خود کامون‌های داف. می‌بینید اون رنگ قهوه‌ای تو دوزی ما رو اینجا هم کشیده شده. شارژر رو ما اینجا داریم، این پله برای بالا رفتن به تخت بالا و واقعا از اون بالا هم کابین خیلی لوکسی. حتی شما ببینید که این تو دوزی مارون به این پرده هم رسیده و این پرده هم دخت قهوه‌ای رو داره و واقعا جلوه و نمای داخل کابین نسبت به ماشین‌های دیگه متفاوت‌تر شده و واقعا هم جذاب‌تر. اهمیت پرده برقی اینجاست. ببینید وقتی راننده داره رانندگی میکنه سر جای خودش و بخواد این پرده رو بالاتر ببره یا پایین‌تر بر اساس میزان نوری که حالا داره به چشمش تابیده میشه، اگه ماشین پرده برقی باشه این دکمه‌شو میگیره پرده بالا پایین میشه. اما اگه پرده دستی باشه بعد اینو بگیره و بعد با این زامنه پرده رو تنظیم کنه که کجا قرار بگیره که این باعث میشه که فرمون رو رها کنه یا بخواد با پاش بگیره که این واقعا خطرناکه. ببینید هر آپشنی که توی ماشین هست یه کارایی داره و اهمیت پرده برقی که هیچ کم بهش دقت نمیکنه همین. خب بریم با کامون داف دور بزنیم. ببینید این روی حالتهای دیگه قرار میگیره که اون دستی رها میکنیم. اختیار کمربند رو بهمون میده. من کمربند رو ببندم که دستمون ناراحت نباشه. خب دستی تنظیم حالتهای گیربکس رو دارم روی دی که اون دستی آزاد. واقعا خیلی نرمه و گاز که میده چون سر جلو بالونه ماشین میاد بالا میره پایین، میاد بالا میره پایین. بس فواید اکسلراتور هم اینه دیگه. خب ببینیم صرف فاصله‌اش چطوره. واقعا خیلی نرم و بازی میکنه. ببینید اکسلراتور قشنگ میاد بالا میره پایین گاز میده. فکر نمی‌کنم همه راننده‌ای بتونه با این اکسلراتورش کنار بیاد. ببینید عملکرد صرف فاصله ماشین با این گیربکس ZF عالی چطوره. گیربکس افسانه‌ای. خب استارت. خیلی تعویض دهنده ها نرم و عالی هست. اصلا صدای تعویض دهنده ها ببینید احساس نمیشه. الان سوپر وارد مدار شد. گازشون 90 تا قفله و این 0 تا 90 بود که زد. خب
ببینید صدای گیربکس اصلا نمیاد، واقعا تعویض‌دهنده‌های نرم و کم صدایی رو داره. الان این تار رو من میکشم، ببینید بدون هیچ تقی اول که ماشین رو قفل کرد مثلا انگار ترمز گرفتیم. حالا این تار رها کنم، هیچ صدایی از گیربکس، یعنی هیچ تقی از گیربکسش نمیاد. یه اپشنی که این ماشین داره و بهش دقت نشده تا حالا اینه که سنسور کمربند داره. اگه بر اساس شتابگیری ماشین احساس کنی که راننده داره رانندگی پرخطری رو تجربه میکنه و ماشین داره با سرعت بالای رانندگی میکنه، خود به خود کمربند رو صفر میکنه و دیگه آزادش نمیکنه و تنها راهی که کمربند آزاد بشه اینه که یه پا بذاری رو ترمز که احساس کنه تو هوشیاری. البته اختارش روی 100 کیلومتر هم میاد. دوستان از کامیون داف و بررسی اون مزایا معایبشو بهتون گفتم. خب خیلی از ما سوال می‌پرسن که کامیون داف بخریم یا نه. ببینید من واقعا خودم اگه که بخوام با مثلا 6 میلیارد هزینه کنم یه ماشین بگیرم، مطمئن باشید یا این داف رو میگیرم یا مثلا یه دونه رنوتی 2017 رو میگیرم که اگه داف رو بگیرم مطمئن باشید آسایش بهتری رو دارم، ولی باید نگهداری بیشتری به ماشین کنم، رسیدگی باید به ماشین بیشتر باشه و اگه میخوام بدم ماشین رو دست راننده باید راننده رو بذارم روی ماشین که حساسیت نگهداری بهتری رو از ماشین داشته باشه. امیدوارم که از آشنایی با کانال داف لذت برده باشید. اگه سوال و یا نظری داشتید برامون کامنت کنید. خدا نگهدار.